سلام، امروز میزبان برنامه دیزنیم. امروز برای بچه‌ها دارم مرغ درست میکنم. مرغ‌ها رو تو آب زعفرون خوابوندم. بذار از این پایین میگیرم که لیز نخوره وقت. خیلی زحمت کشیدم. پیش غذا یه غذای ایتالیایی. آره من تو نگو دیگه. سلام صفا بردی. شرایط عجیب غریبی باشه. خانم کته هستم. میتونم بعد یکم سرخ‌تر بشه. توجه میشین برای همین. تا آخر دوست بمونیم. فکر آینده باش. خوشحال سرزنده باش. شب پوشم کن مسکله راست؟ خیلی عالیه درست کردی. دسر رو بیارم. دارم غذا رو ادامه میدم. تو غذاشو نمیخوری. با خاطر هشتم لیوان میدم همه چی خسته نباشی، دمت گرم. یه همچین امتیازی بشیدم. فوت موده باز ببینید تا بفهمی که غذاش خوبه. چی نپسم و روز سوم رسید، روزی که آسمان برایش تصمیم گرفت و ضبط را متوقف کرد. دوربین ها جرأت روشن شدن نداشتند تا زمانی که چادر ستاره دیلو به کمک ما آمد و به مسیر خود برگشتیم. خب غذای امروزمون قرار بود تحچین باشه. چرا امروز روز من؟ این چیه؟ من خواهش میکنم یه روز دیگه فیلم برداری کنیم واقعا اگه میشه. نظرتون هست یه روز دیگه بخوریم دیگه؟ نه؟ انشالله بعدا میبینمتون. به به چه هواییه. اول از همه مرسی از بچهای پشت صحنه که دیروز خیلی وضعیت وخیمی داشتیم، این چادره رو زدن و حالا میشه یه کاریش کرد. غذای امروزمون تحچینه، پیش غذا سوپ قارچ داریم و دسرم که حالا میبینیم با هم دیگه. بریم که شروع کنیم. پیاز و اینا، پیازمون رو خورد کنیم. سوپ قارچ دارم درست میکنم، تا حالا هم درست نکردم، دفعه اولیه که دارم درست میکنم. دستور پختش رو از روی اینترنت دیدم. غذای اصلی رو من تحچین گوشت و بادمجون انتخاب کردم. از اونجایی که من توی محل کارم قبلا یادمه یه خانمی بود، آشپز بود، خیلی آشپزیش خوب بود. بعد همیشه برای من اینقدر غذا درست می‌کرد می‌آورد. بعد منم یه موقعی میرفتم بالا سرش وای میستادم که ببینم این چی کار میکنه و اینا. یه دفعه سر تحچینه رفتم و گفت دوست داری آشپزی اینا؟ گفتم آره با مزه است، کلا چیزی که درست بکنی خلق کنی اینا خیلی جذابه. بعد اونم خیلی خوشمزه قشنگ مجلسی درست میکرد دیگه. درست کرد و بهم قشنگ کامل رسیپی ایناشو داد، همه چیشو گفت. منم اونجا یادم تو گوشیم نوشتم. اولین بارم خونه دوستم درست کردم، یکم چسبید به هم دیگه، یعنی دیگه اونجوری در نیومد. ولی از سری دوم دیگه خیلی خوب در اومد، تعریف از خود نباشه البته. این سیرش هم بزنیم. دو تا دونه سیر توش باشه بد نیست دیگه. دسرم یه سورپرایزه، اگه در بیاد
چون باید یکم یخ داشته باشیم و امیدوارم یخمون تا اون موقع آب نشه. فقط دستام تمیزه، شسته بودم. خب اینو بذاریم یه ذره با شعله زیاد بمونه، قشنگ آبش بره. فقط برای غذای اصلی هم من گوشتمو تا یه حدودی گذاشته بودم بپزه، چون زمان پختش طولانی بود. گفتم که یه ذره نیمه پز باشه. خب روز سختی بود خیلی. چه هواییه ولی واقعا. الان باز مه اومده بالا، یکم مه بره پایین قشنگ اون پایین شهر معلومه و خیلی خوشگله. گوشت رو گذاشتم تو آب، یعنی تو روغن، یه ذره سرخ شد. بعد دیگه یه سری ادویه بهش اضافه کردم مثل دارچین و که یه ذره دیگه هم بزنم بد نیست. ببینم این بازه. دارچین، زردچوبه، دیگه چی بود؟ هل داشتیم. هلش رو البته هم نزدم. 3 تا قاشق رب میزنیم توش، میذاری دیگه واسه خودش مثلا حدود 2-3 ساعتی بپزه. گوشت گوساله است. گوشت گوسفندی اگه باشه یا مثلا ماهیچه باشه خب خیلی لذیذتر میشه و بامزه تر میشه، ولی این هم خوبه. یه کوچولو اینجا بهش آردم اضافه میکنیم، یواش یواش میرزیم هم میزنیم. چه بادی. چه گنکاری شد اینجا. امیدوارم همه چی رو درست رفته باشم تا اینجا. فعلا که دارم واقعا قیمه ها رو میریزم تو ماسا. خب یه ذره ادویه های این سوپر رو بزنیم، آبشان هم اضافه کنیم که الان یواش یواش دیگه مهمونا فکر کنم برسن. بهتر بود توش آب مرغ میریختم، ولی آب مرغ نداشتی میتونی از این عصاره های مرغ هم استفاده بکنی. یه ذره میخوام یه قسمتی از سوپر رو یکم میکسش کنم که یکم کرمی ترش کنه. بذاریم از این استفاده کنیم. یکم شوره، یه ذره شیر بهش اضافه کنیم. خب لوازم برقیمون هم از برند د استودیو توی گلستان شهرک غرب. دارم خوشگله، خوش رنگه. خب اینو بذاریم اینجا. عریضه. کثافت کاری شد دیگه، خلاصه اصلا نگم تو گازه ترکید. خامه هم به این اضافه کنم به سوپمون. کاش خامه رو تو این میکسره میزدم. امیدوارم تیکه تیکه نشه که فکر کنم میشه. هم لیمون چه چیزی بشه این. تقریبا آماده است، فقط یه 2 تا لیمو امانی هم من بندازم توش. خب اینم از این. یواش یواش باید آماده شم که الان مهمونا هم میرسن، اینا آماده باشه. خب برم آتیش هم براشون درست کنم. البته از قبل هیزماشو گذاشتیم. خب من برم آتیش رو روشن کنم که دیگه الان یواش یواش مهمونا هم میرسن. تا اینجا غذا رو داشته باشیم. سوپ هم که همه چیش آماده است، زیرش هم کمه. الان میام. از خوب شد اینو گذاشتم روش. بارون. آره دیگه گرفت. اینم از اینو. بریم که مهمونا بیان. چه درچه
به به سوپو خوشم اومد، خوب در اومد. امیدوارم خوب شده باشه. من برم که مواد تحشیرم آماده کنم تا مهمونا برسن. قبل مهمونا من این نامه ها رو ببینم تو چه وضعیه. بله خودش. ببینم نامه خودم چیه. چه اسکراچری هوای کسی کرسی با خود چه خوشگله این چتره. چه میز قشنگی. سلام چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدین. خیلی مرسی. خیلی ممنون. بفرمایید. قربون شما. چه خبر؟ شما چه خبر؟ منم سلامتی و دیگه این خبری که فعلا بوش میرسه تا یواش یواش خودش هم برسه. عالیه. خدا رو شکر. زحمت کشیدی. قربونتون. ما اون پشت صحنه بیننده زحمات شما ندیدین که چی بود فعلا؟ نه خیر غذا رو ندیدین. فعلا هنوز مشخص شما نیست. تا لحظه آخر سکرت خب موندی. اوکی خیالم خیلی راحت علاقه شد. داره. حواسم بود از اون طرف مثلا خیلی سعی نبینم که کردیم بفهمیم نشد. خب خدا رو شکر. نامه های دیگمیک مثل روال همیشه نامه های معروف دیگمیکو داریم. این مال مینا جان، این مال آنیتا دست شما درد نکنه. اینم مال شما. نامه رو داشته باشین ببینیم که چطوره. خب شما میخونین من اینا رو یه چک بکنم. شبیه دستگاه دیجی بمونه. آره برامون یه میکس بکن. میکس بری. اوکی یه ذره نمک این کمه. خب مأموریت من که این بود که لباسم کثیف کنم نور بگیرم که کردم. امروز براتون دایناسور کرده شدم. ماشه برام. واسه میگه چه با نمک بستی موتو. امروز تیرکسم. اگه هر جا گاز خاموش کردم خدا تا خود غذا تو آماده کنم. تیرکس زود نیست. برای تیرکس شدم. یا چی؟ چجور غذا بخورم؟ یه سری نامه از طرف دیگمیک داشتین شما، یه سری نامه هم از طرف من داریم تو هر بخش قضیه. بله چه با نمک. این نامه رو خودم براتون آماده کرده بودم از قبل. خودت نوشتی زیرش هم نوشتی اگر لبخند زدی. یه کوچولو کمکم گرفتم ولی خودم هم نوشتم با هم دیگه طراحی کردم. خب سهیل خیلی تلاش کرد بچه بیچاره واقعا اومده بود که ببره. این مال شما. این مال شما. قبل از غذاتون میتونید بخونید، میتونید الان بخونید داشته باشید. میخوایم بریم توی داستانی تو دل جنگل و یه غذای خوشمزه. جا داره این وسط من تشکر کنم از مزرعه دستچین. مواد غذایی خونگیمون رو زحمت میکشن و میتونن اینطوری به صورت بسته بندی بهمون بدن که خیلی عالیه. من بادمجون سرخ شده ازشون گرفتم. خب چقدر گشنتونه؟ از الان شروع کنم پیش غذاتون رو بیارم یا آره بیا دیگه بیا. مثلا وایسیم یه ذره دیگه؟ من تیرکسم اگه دیر بهم غذا برسه کل دکوراتش یه فوت میکنم بالا. نامه قشنگیه. کشف که بادونیدی کجا بود؟ میخوای نامه بخونم؟ سریالی طور و داستانی طور با نمک گفتم داشته باشه. میخوای نامه تو بخونم؟ نامه رو میتونی بخونی؟ آره بخون تو قشنگ. برای سوپ نوشتی درسته؟ درست. در تاریکی جنگلی بارانی قارچ‌ها تنها موجوداتی هستند که می‌درخشند. گفتن این نور نشانه وجود دریچه‌ای پنهان است. دریچه‌ای که فقط با مزه کردن اولین قطره سوپ باز می‌شود. اما باید مراقب باشید. این دروازه فقط کسانی را عبور می‌دهد که آماده شنیدن رازهای پنهان زمین باشند.
مرسی چطور تو اذیتی امکان نداره اصلا چیزی برای اذیت شدن وجود نداره. اینو میتونید بعدم من اسمس کنید همینی که گفتی لازمش دارم کپشن فردا. به چه آتیشیه بچه اونجا میتونی از آتیش هم استفاده کنین. من یه آتیش هم درست کردم که آره تا من سوپتون رو آماده کنم یه ذره دم آتیش خودتون رو گرم کنین. آره چرا که نه، میتونیم بریم توی دم آتیش. یعنی پاشن بریم دم آتیش یکم. خیلی باحاله حالتشم. خوبه اوکیه گرفته قشنگ. آره گرفته خیلی. چه اذیتی داشت میکرد اولش. بریم دم آتیش خیلی بشینیم دم آتیش. چمته میگن؟ چنباته نمیتونی چرا دیگه چون سفیده دیگه این سفیده میشه دیگه شده. این سفیدیه که به شدت ترکیبی از رنگ‌های مختلف طبیعت. میگم دود میاد تو چشت پولدار میشی. بز بیار من میگم گرم شدیم دیگه بریم. آره دیگه بس. نه یه ذره دیگه مونده گرم کنی خودتون رو. خب اینجا گرم میکنی. یک دو سه برو. خب اینم از این. خب نشستن پاهم شبیه پای مصنوعی میشه. پایم بودم نفهمیدم هیچکی بچه بفرمایید. وای دست شما درد نکنه. دست شما رازهای پنهان زمین رسیدن. خب تاریک و مه زیادی که بفرمایید. ما که شد به ما که خیلی خوش گذشت. یکم استرسی زیاد بود سهیل. راجع من و مرجان اصلا چی شد؟ آدمه خوشخوراکی. من که تیرکسم اصلا مثلا همین پایین نمیره تا تو خوردی؟ درست شنیدم. نمک داره. تندرو هم هستی خیلی تندخوار هم اینجا بچه من یکم بشقابم بزرگتر از شما. چرا؟ خیلی خاصی داره. خودشیفتگی تا کجا سویل؟ بالاخره من خودم یه زحمتی کشیدم. بیا دیگه سویل زحمت کشیم حالا پنهان زمین رو داریم با یه آتیشت هم گرم بشیم بریم. خب من بیام خیلی مزاحمت نمیشیم. آن تمش میخواد بره اصلا موندنی. چه خبره اینجا؟ من یه پام مرزیه. نزدیک بود. لب مرزم یعنی همیشه. خیلی خوشمزه. سویل دست درد نکن. جدن چطور شده؟ من دوست داشتم. من دفعه اولم سنی که تو هوای سرد و بارونی اصلا. من دفعه اولم بود سوپ قارچ دارم درست میکنم. امیدوارم که خوب شده باشه. خیلی من دو سه تا قاشق پیش برام گفتم یکم فلفلش زیاده اونم نمک بریزیم درست میشه. پیش غذاشو دوست داشتم. سوپ قارچ بود یکم شور شده بود. حقیقتا من خودم خوش نمک غذا رو میخورم ولی یکم غذا شور بود. یه ذره شور نشده؟ نه خوبه. یکم خوش نمکه. یکم نمکش یه جا دستم در رفت. بعد دیگه اومدم شیرش رو اضافه کنم که افتاد تو دستم برگشت. آره 2 قطره ته شیره بود دیگه نه بیشتر از این نشد اضافهش کنم. ما با نمک و اینا رو دوست واقعا سوپ داغ گزینه خوبی بود تو این هوا. نمیشه ما منیومون رو از قبل داده بودیم. نه اصلا فکر نمی‌کردم. فکر کنم انقدر هوا گرم باشه که مثلا غذاهای این شکلی چیز شه. سوپ چیزای گرم. یعنی غذات هم مثل کریسانجل مثلا بخار فلان اینجوری برمی‌دارم آتیش بازی براتون می‌کنم. چه گلدون خوشگلی. چه گل قشنگی. گل پنبه. اینا داشتم میومدم از یه گل فروشی گرفتم. تو تهران؟ آره. چی میگفتم؟ واقعا خوشمزه است. چجوری؟ برای دفعه اول که میگی واقعا دیگه هر چیز بالا پایین بود دیگه ببخشید. خیلی هم حال میده تو این هوا.
آره عالی. اصلا عالیه. از اولش که حالا شروع کردیم غذا رو درست کردن، بچه‌ها اومدن و دیگه بگم سوپ قارچه، سوپ خیلی استرسی بودم اصلا، چون تا حالا درست نکرده بودم. این دفعه اولی بود که داشتم سوپ درست میکردم. مونده بودم که چی قراره در بیاد، ولی خدا رو شکر بدی هم نشد. حالا یه ذره نمکش زیاد شد ولی اونقدر بد نشد. من خودم اونقدر نمک تو غذا برام اهمیتی نداره، این کم نمک میخورم. نمیدونم این سری چی شد در رفت. این که چسبید خیلی. نوش جونتون، نوش جون. خب میتونیم چوب بذاریم؟ نمیتونیم تو آتیشه چوب بذاریم؟ تو چی؟ چرا؟ کجا؟ الان اونم براتون درست میکنم. بغلش گذاشتم، الان میام. گرم شده بخوره. خیلی. چه؟ سر و صدایی؟ آخه بزن پس. مثلا یه کاری من باشیم میرم مواد تجدید درست کنم. من اون زیاد داشتیم. ولی ما پسش من و مرجان این مرد از پس چالشمون در اومدیم. خوبه که جفتتون این فکر رو میکنید. مطمئنی؟ من به عنوان یه نفر سوم از بیرون کاملا نه تو نهایت پنجمی بشید، سوم چهارم نه از بیرون زاویه دید من اون وسط نمیام. بچه بیا دیشب بسپاریم فراموشش کنیم، دعای قبل غذا هست مگه بعدش نشد تو این برنامه است که همه چی برعکس خدایا. الان وسطش دوست دارم باشه. سوال دعای وسط غذا رو میخوایم داشته باشیم. همون یه ذره چیزی هم که میگفتی نمیفهم. میگین فکر می‌کنی نمیتونی آروم بگو من ترجمه میکنم برای بچه‌ها. چشم. چشم. دیروز خیلی جدی می‌خواستم میگم چشم، خیلی جدی گفتم چشم، یعنی اعداد رو نمی آوردم مثل پس فکر کنم واگیر داره، یکم پیش اومد چون تو هم داری میگیری. چه میکنه این بازیکن؟ خدا ما رو که هیچ چشم می‌ندازیم گردن دارم براتون کیک انتخاب درست میکنم می‌کنم. نفهمیم چی شد. سوال به خدا یه مسابقه است، دوتا مسابقه نیست. ما به امتیاز رو میدیم. بیا دیگه مطمئن باشم؟ بیا دیگه سال یک باشه. میدم. خب اصلا چرا من علکی آوردم؟ ما میدونی که تایم خیلی برامون مهمه. آه. مدام بله بله. معدوش حساسه. معدوش چی؟ به چه اساسی؟ معدوش حساسه. تایم آن تایم معدوش اذیت میشه. گرد باشه بیایم الان مشاوره کنیم. اوه. خیلی دیگه داره عرفانی میشه. الان یه ذره شرایطشو نداری. چرا فکر می‌کنی؟ برای شعر گفت تو جمله سعادت هم نمیتونی. نه اونا که ساده چیز دیگه این میگم. تمرکزش میره رو اون بر. آره. بگو اوکی. بگو حالا ببینیم یه دونه رو بگو تستو بگیم چجوری. نمیدونم بگیش از شماها شروع شه دیگه. من که میگین من خواهم پیشنهاد تو اما شروع شه. خب چی بگیم مثلا؟ چرا خواننده ها رو بگیم یا فیلم هرچی هر چی دیگه با مثلا باران مادرانه با گوهرهای نه صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست پشنگ رمشان سناتون هم در سینه آن کردی هم دکتر. حاجی سناتون با هم دیگه همسن این کوه بالایی هست. حالا صد دانه یاقوت دسته به دسته هم نخوندی. سنی بیننده ها نباید بدونن آخه ولی یه چیز بالاییه. دکتر شدن دوست ندارم. همین طراحی جواهرم رو دوست دارم. بعد قدیما مد نبود خوشگل دکتر دوستم مریض این نشدی الان من دکتر شدم آخه تو دکتر میشدی دیگه مهم نبود دیگه، خوشگل دیده میشدی قدیم. میدونی یه پوزیشنی داشت دکتری خودش که میگفتن این دکتره. الان چی میگن؟ الان چیز دیگه میگن در قافیه‌اش. من بعدم اینو میسپارم به شما که قشنگ صحبت میکنید. چی میگن؟ من برات پیامک میکنم. پیامک داره این شکلی میاد تو صورتم. تو کلا همه چی باهات این طبیعت با تو لچ کرده. به خدا. سر ولی به ما که رسید راشو کش کرد. به تو میگم مشاوره. قشنگ یا ببین یه جمله هایی میگه. یه جمله که 20 جمله گفتم. این دیگه قشنگ شعر بود. چیزی که گفت شعر گفت. نه جدی من شعر میگم. من یه دفتر شعر دارم و سال 83 اینا. خب میآورد قبل دعای نه سخن. شعر خاص خودمه. حالا دست شما درد نکنه. یه که چقدر براتون برگه جون. دیگه داریم. اینم برای بعد از پیش غذاتونه. دیگه لوسش نکنی. انقدر لوس بازی میخوام در بیارم باورتون نمیشه. مرسی. یه اطلاعاتی دیگه که در رابطه دیگه با بعد چیزی نمره که نمیدم. داشتین ای میخوردین. وای. نمره کنکله.
شما پرورش قارچ دارین؟ ما بله آخرش یه دفعه برندمون رو میکنم مثلا از قارچ از من بخرید این قارچ ها رو از من بخرید. قارچ یکی از قدیمی ترین غذاهای شناخته شده در دنیاست. بیش از 4000 سال پیش مصریان باستان قارچ را غذای جاودانگی مینامیدند و آن را فقط برای فرعون‌ها مجاز می‌دانستند. رومی‌ها هم معتقد بودند خوردن قارچ جنگجویان را نیرومندتر می‌کند. امروزه می‌دانیم قارچ منبع ویتامین دی، پروتئین گیاهی، آنتی اکسیدان‌ها و تقویت کننده‌های سیستمی ایمنی است. حالا پرسش، آیا در اولین قاشق شما هم در جایگاه یک فرعون با یک جنگجو قرار 100 البته ما دیشب یا حتی نخست وزیر جنگشون رو نشون دادن یه دو سه باری کشتیم هم دیگه. بخشایی که داریم میزنیم آخه تو برنامه طنز اینم که هرچی بلده میگه نمیدونه من کینه‌ایم اینا بعداً 5 سال بعد یه جوری جبران مثلا که دلت بلاک میخواد بلاکت میکنم. حالا چی گفت؟ شما باورم نمیشه. اجتهام من همیشه پر اجتهام. آقای جان آشپز من غذای اصلی تونم آماده بکنم و زودی کمک خواستیم تو خدا بگینا. بله حتما کار داشتیم. نوشیدنی بهمون نمیدین؟ نوشیدنی هم بهتون نه جدی یه دونه از این آیس مانکی های این پایین رو اگه لطف کنین من اشکال برم سمت آتیش نه برو عزیزم چوبم بزنم کدومشو دوست داری؟ ببین دیدی خیلی سخته بیا از این برم بیار من سبزه که طعم خیار رو اون پایین داره این؟ بله اون چون اینو تست نکردم ببینم این چه طعمی داره. بله بذار الان ببینم. خوشبو هم هست. خوشبوه؟ سیتروس خیار ببینیم چیه. من چون رنگ مورد علاقه هم سبزه آره منم خیلی سبز دوست دارم. رنگ مورد علاقه هم سبزه و معتقدم که چاکرای قلبم خیلی بازه که علاقه زیادی چون چاکرای قلب چاکرای آناهاتا است دیگه رنگش سبزه. بله نه رنگ واقعا قشنگه. من سبز تیره رو خیلی دوست دارم. سبز یشمی سنگ یشم قشنگه مثلا طبیعت رنگ گیاه و اینا خوشگله. دقیقاً رنگ چمن هم دوست دارم ولی نه برای لباس و اینا. آره ولی میخوام خوشگله ولی فردا براتون یه لباس چمنی من بودم یه جوری شد که ببخشید یکم غذاتون بذار من برم به بچه‌ها کمک کنم. آره تو هم بردم آتیش یه ذره گرم شی تا این چیز از ارزشی تو کم نمی‌کنه. اون کار اشتباهی کرده. خیلی زشت بود. من اصلا چیز شدم بغضم گرفته نمیتونم دیگه برم دیگه نبین بذار خودمون ردیفش میکنیم. آنیتا سلام علیکم. چی گفتیم بچه ناراحت کردی به من یا جلو دور بین چشم خیلی کرد الان داری میگی؟ نه چش کرده نه میگم چرت و پرت میگفتم خودم گفتم چیزی نباشیم نه گفتم بچه‌ها رفتن یه لایه برنج و خب بعد تو ناراحت شدی من باید ناراحت شدم. گفته اینم که یادت میگم که من بگیم که مغزت کار نمیکنه میگم فلانی داری شخصیت مخ من جد خدایی دیگه 20 بار گفت تو که میگم شعر بگی میگه تو که نمیتونی بگی که اینا من ناراحت میشم عشقم دیگه دوستای منم میدونن دیگه عشق ابدیشون یه بار خنده خیلی 20 بار میگه انگار مثل منگولم ناراحت شدی کردم من که ناراحت نشدم این میگه من اصلا داری خوب هست که برنامه میکروفونامو روشن خوبه چی بابا ول کن حل میکروفونا رو ککش باختم به جونت اینم راستی 3 روزه داریم بعدها آدم میتونه صحبت کن آخه چیز بدی نیست اتفاق میفته دیگه باید حرف بزنیم نه کلا الان رو میگم بچه بیاین یه بازی با حالم اینجا داشته باشیم حیفه تو این منظره اوه بعدش قراره چه بازی؟ دره کسی که میبازه از اینجا دیگه غیر میخوره میره پایین هدیه قلقل زنتا ندادی چجوریه؟
بیاین اینجا بهتون بگم. اینجوریه که من تایمر میذارم، بعد هر کدوممون باید از این اول 3 تا کاری که اینجا نوشته رو انجام بده، 3 تا بره تا به آخر برسه. هر کی تو تایم کمتری برسه اون برنده است. 3 نفر قیل میخورن. یعنی مثلا جایزه هم بیدی. غیر از اون نامه ها و جایزه‌ای که میخوای بهمونم بدی کار کردی یا نه؟ فکر نکنم. بهش فکر میکنم. اینو باید مثلا پای چپ اگه پای چپه پای چپ، اگه پای راسته پای راست. 3 2 1 دست تو اشتباه رفتی. چرا دست چپ بود؟ برو. پای راست بود. پای چپه درستم میرم. پای چپ بود. پای دست 24 ثانیه. من نصفش البته 21 ثانیه تموم کردم. 3 ثانیه داشتم می‌خندیدم برات. بگیریم. برو 3 2 1 آها. این چیه؟ آها دست چپ. خب اینم شد 20. بذاریم ببینم چون رو اون یکی رفت. 24 ثانیه تا 41 ثانیه 7 27 ثانیه 27 ثانیه. خیلی بازی جذابی بود. من یکم با دامنه و اینا برام سخت بود ولی بازی جذابی بود. من دوست داشتم. 3 2 1 برو. چقدر ریلکس داره میره. دست اون جایزه میخواستی؟ همتون یکی اشتباه رفتید دیگه. اینجوری اومد تو 16 ثانیه جمعش کرد. 1 2 3 1 بقیه‌اش چیه؟ پای چپ. این دیدی نشو عزیزم اینجوری که خب معلومه. این همون معلومه. چند ثانیه؟ 17 ثانیه. 1 ثانیه. بازی عزیزم تو فسته که بودی. خب خوبه برکلا. 16 ثانیه رکوردمون رو زد. سکه بهار آزادی اینا میدین؟ جایزتون رو بعداً آخر بازی مشخص میکنم. هنوز روش فکر نکردم. من جایزه اگه بهم ندید آتیشمو میارم بیرون. واقعا آتیش میزنم به مالتون. بیاین یواش یواش آماده شیم که غذا رو هم بخوریم و بعدش ببینیم چه خبر. به قول مرجان ببخشید ما دست کنیم. بفرمایید. بیا آنیتا جان. من به لوکیشن قبلی ها نداشت. شما تا بشینید من الان آماده میکنم. جاییه ولی بچه ها واقعا من که دلم میخواد یه 3-4 روز دیگه بمونم. مطمئن باشم؟ آره چون خیلی یکی ساکشو بسته پشت ماشینه منتظر آخرین قاشق. آره ما تو ییلاقی ترین جای ممکنه اومدیم که شما فکر نکنید چیزای آسون خوبه. هر کاری سختش هم باید انجام. چیزای آسون خوبه رو دوست داشتم. آشپزی آسون، جای آسون، لوکیشن آسون اینا هست. تنها در خانه. آره واقعا جذابیتش برگردیم به خانه بود. نه اسم به خانه برمیگردیم. تنها در خانه چقدر قشنگ بود. تنها در خانه چی بود؟ سریال کوین بود که مام باباشون رفتن مسافرت جاش گذاشتن. آها خیلی قشنگ بود. کاملا فهمیدم. وای سوهل جان روده چه خبر؟ روده کوچیکه سوهل اصلا با ما صحبت نمیکنه. یه جوری داره فقط هم میزنه که ما باید نمره بدیم. سوهل حکمتون نمره نمیده. هدفش معاشرت بود. اومدم الان میام آماده کنم بکشم براشون. بچه من به یه مشکلی خوردم که اصلا فکرشو نمی کردم. الان میام بهتون میگم چی شد.
آژیرش روشن شد. قاضی پوشیده. بچه شد باورتون نشه غذا اومد. بله بله. چرا باورم ببخشید من فقط میزتون رو با این پاک کنم. آره مرسی. تو هم دوست دارم. آره من الان دوباره دستمال هم توش تبهر زیاده. یه اتفاقی افتاد. اول بعد بیاری. این دستمال خیلی کمه واسه میزان. احساسم توی یکی سم ریخت. الان درستش میکنم. کیو برام میکنی؟ بچه یه اتفاقی افتاد. قابلمش خیلی بهش چسبید. تازه با اینکه نه اصلا نمیپذیرم. آره حالا بذارید اینجا حتما 25 صدام 25 صدام نشون امتیازا با این دوتا نفری دوتا هویجش هم رو داشت 3 تا مال من. بالاخره گفتم نشونه اینجوری که این نشونه علاقه است. آفرین. دیدی همه چی رو بخوام. یه شخصیت بود حبیب تو لیسانسه ها. کی ضرر کرد الان آمریکاست. کی ضرر کرد معلومه که من حالا بچه‌ها حال میده خیلی. معلم نقاشی داشتیم خیلی خوشگل بود. من بچه بود سوم دبستان بودم. این چشای ناز و فلان و از این اسکیبازا اینو برای دائم دیدن بودم. مامانم خودم فرستادم با معلمم بریم استخر. من چه بزری بودم. این برای دائم زن بگیریم. گرفتینش؟ نه نگرفتیمش. چرا؟ خیلی چوزه زیاد بود. ما هم نقاشی ها اینجوری هم. آره به نظر میاد کم خرج بشه با 2 تا مداد رنگی کار جمع شه ولی اینجوری نیست. دست شما در نکنه. خودتونم بفرمایید دیگه. ممنون خیلی هم بفرمایید. تشکر داریم. من منتظر یخام بگم. اوکی ببین نوشیدنی چی دوست داری بعد بابا. نوشیدنی من براتون بیارم اینم مال شما. حالا غذامونو بخوریم. من که فقط آیس مانکی. احتمالاً این سری میخوام یه طعم علاوه بر اسپانسرینگ یه پولی با آنیتا هم دارم. چون فقط دیگه از اون موقع به بعد آیس مانکی بغل تختش مثلا آنیتا صبح بلند میشه من قهوه بیل میرم یه آیس مانکی. بهش میگم طعم قهوه‌ام بزن. به به. نه آیس مانکی طعم قهوه. عالی شده به. چطور شده منظرش؟ عالی. واقعا نظر واقعا خیلی باحاله خیلی معلوم بود. بازیگر غذا عبدالله دندون شده. راستی من نوشیدنی ها رو یادم رفت بیارم. به به برو بیارم براتون. من فقط آیس مانکی میخورم. بله بله. کاکتوس. بچه خیلی خوشمزه شده. خوشمزه زیاد. عالی. آره قبل معلم کلاس دوم بشم. قبلا بودم 2 سال مثلا چقدر میگم مثلا 2 سال معلم کلاس نقاشی بودم 2 سال زمان کرونا معلم کلاس دوم ولی امسال دوباره معلم نقاشی شدم. پیش غذای فوق العاده است که من خیلی لذت بردم. غذای اصلیش بی‌نظیر بود. تو چه کار میکنی مینا؟ من راستش رپرم، بلاگرم، یوتیوبرم. میس ورلد چیه؟ میس ورلد مانکنم هستم، مدلم هستم. دیدین برنامه رو؟ نه شنیدم که میگه آره. آره هم یه تیکه هاشو ببینیم براتون کافیه. نه من از هنرستان مالی خوندم و حسابداری میکنم حدود 17-18 ساله. صادقانه شغلم دوست ندارم چون خیلی بورینگه ولی خب آره تنها کاریه که میتونم ازش پول در بیارم. خوبم آدم بتونه یعنی میتونه پول در بیاره از این کار. آره شغلیه که همیشه براش کار هست و تو همیشه خسته کننده و یعنی روح و روان و اولین نفری که وارد شرکت میشی تویی، آخرین نفری که از شرکت خارج میشی تویی. از من نپرسید من از من نپرس خودم اعلام میکنم. نه بگو خجالت نکش. من که یوگا میکنم دیگه. من حدودا 10 ساله یوگا تدریس میکنم ولی طراحی جواهرم میکنم واسه 1-2 جا. برند خودم ثبت کردم ولی ولی فعلا طراحی فقط میکنم. 10 سال تدریس میکنی فقط؟ یوگا رو آره. چه باحال. چه کیفی کنن شاگردا. منم تدریس میکنم یوگا ولی 8 ساله. ببخشید 4 ساله.
که مدرک گرفتم و یه یواشا شاگرد گرفتم، ولی محیطای الان خیلی بیشتر دوست دارم. گفتی بهم حتما خیلی مخصوصا بعد از مثلا 1-2 ماه اخیر بیشتر علاقم تخلیه‌ام کرد قشنگ. آره حالم خیلی خوب میکنه. اومدم بچه‌ها یخایی که 3 روز داشت تزیین میشد بالاخره دیدیم. من خواب این یخا رو دیدم نه واقعا همشون آب شده بود. اومدیم چه بانمکی. خیلی سخت بود که این خیلی همین با میزان سلیقه. یخ رو هم داشته باشیم و آفرین. سهیل از همون بالا واقعا 3 شب نمیذاره ما 3 شب نخوابیدم. همه آبا رو هر جا میگشتیم تو فیلتر پیدا میکنم. ممنونم از پشت کار. واقعا معذرت میخوام آمرسی سلیقه به خرج دادی از دستپخت بسیار خوبت. خودت هم بیا پیشمون دیگه. اینم مال شما. این مه بدون تو صفا نداره. احساس میکنم سهیل با 3 تا خانوم اومده تو مسابقه یکم آره گفتم بذار ببینم چه خبر. ولی خوب قایم کردی همه رسیپی‌ها رو از ما. آره ما هرچی میپرسیدیم ما با که همه رو خنده رد گفتیم. می‌کرد همه سوالا رو. من بده من آب داره ازم. بذار من الان برات میام. ببخشید. قربونت بشم. برگه بخش دومم بهتون ندارم. بیا همزمان که داریم می‌خوریم میارم ولی الان بخونید. باشه می‌خونیم. میدیم مینا بخونه بعد از اینکه دستمالشو گرفت. ببین داره آب میچگه همطوری هم چند بدیم به سوال 5 بدیم ما تلاش کردیم اومده که 5 بدیم ندیم دیگه هیئتم برای مسابقه اومده بود. هیئت جوری ما اومدیم بکنم ما اومدیم هم دیگه رو ببینیم ولی من واقعا اومده از بودم دیشب اومده باشم. نه من دیگه دوست داشتم که شرکت کنم با پولش هم برم مکه تجربه کنم. نه من بردم که بین همه تقسیم میکردم عزیزم. ولی واقعا منم اگه ببرم که بعید میدونم ببرم تقسیم میکنم بین هممون. اتفاقا تو اصلا بعید نیست. چرا؟ چرا؟ چون که روز اول بودیم و باقی ماجرا. امروز دیگه خورم سلطان در اومدم دیگه. امروز شبیه واکی بایاشی شدم تو فوتبالیستان. رسمی؟ نه واکی بایاشی خدای کلاشو اینجوری میگه. کاکرو بچه پرروه بود. من اون موقع ظریف بستن بودم. نه راست میگه من عاشق کاکرو بودم. ولی الان نگاه کنی کاکرو رو بعد دروازه‌بانی که فقط توپای کاکرو رو میگیره واکی بایاشی بود. به این قضیه شما دقت من خیلی ناراحت شدم از اینکه گولمون زده بودن این همه مدت که اون عموی سوباسا نبوده. جوز و جولی هم خربردر نبودن مگه نمیدونم. توی به نظرم دیگه حوله بیاد دستمال. آره واقعا دستمال رو نمیدونم کجا گذاشتم. یعنی یه چیزی تو مایه حوله تنفوش و اینا الان میتونی دوستان اسپانسر جکوزی باید برای خودم. برای خودت می‌خواستی؟ خب پس شما اینا رو داشته باشید. میزو خیال شو من اینا رو بگیرین. ما دیگه مال این بخش دومه دومه تا من برم دستمال شما رو هم بیارم. این هم مال شما. ببین با 2 چشم خیشتن دیدم که جانم میره و دیدم. وایسی شما بخون شما نخون. اینو بخون. یکی بار هممون بخون. امتیاز این محله رو از دست میدم. بخون. نمیخواد. ببین داشتم نه این بذارید آخر سرم میتونیم بخونیم. از دروازه که گذشتید وارد تالاری طلایی شدید. دیوارها از برنج، کف تالار با زعفران روشن است و ستونها با گوشت و بادمجان ساخته شده‌اند. داستان پردازی تو خیلی دوست داشتم. رو ببین. وقتی نگین‌هایی از زرشک، پسته و بادام روی سقف می‌درخشند. صدای پنهان در تالار میگوید برای رسیدن به حقیقت باید معماری سگانه را حل کنید. زمین، آتش و خون. هر سه در این غذا حضور دارند اما راز تنها در لحظه آشکار می شود که این عناصر در دهان شما یکی می شود. مثل این قشنگ نگاه کنید. اصلا شما به نظرم این کار حسابداری رو رها کن و به نویسندگی اصلا فرازنده و آشپزی روی بیاور.
عالی. خواستم یه فضا سازی قشنگی هم داشته باشه، یه داستانی داشته باشه نسبت به این حالا جایی که هستیم. یعنی فضای داستان تا فضایی که توش هستیم سازی‌تر شده. چی شد؟ سازی‌تر. زیبیل فضا سازی غذا هم که طعمش خیلی خوشمزه بود، از نظر خودم خیلی خوب در اومده بود، تعریف از خود نباشه. بچه‌ها کات میدم. اذیتم کنید کات میدم. میشه یکم از این خاصیت دایناسوری بودن دیگه فوتی اینجا بکنیم؟ فوت کنم که دیگه بچه‌ها آنیتا غرق شد. نه من رفتم تو چند بار دیگه یادم خیلی خوشمزه. واقعا دوست داشتم. واقعا خیلی خوشمزه بود دیگه، از باشقابه هم مشخصه. البته چون خیلی هم دسر کورن دسر هم لطفا کورن بشه. دوست کورن کجاست؟ خب یه قاشق دیگه بخوریم سرد میشه. نه اوکی برم یواشاش آماده کنم که خیلی هم از دست خوشمزه. غذا تایمو دوباره دیگه من زیاد فکرم نشه. دروغ میگه یادم واقعی میگه. خوب شد که تو پیش غذا چون نشیدم اینجا با هم بچه من به این نتیجه رسیدم گاهی وقتا غذا میخوریم مثلا زیر مهپاش و اینا میتونیم بعد نمیشه خیلی غذا یه حالتی که مثل کیک خیس میشه. خیلی خوشمزه است، همه چی عالیه. آره خدا شد دوستیت خب ولی جا بذارید ایشالا هرچی که هستید موفق باشید. جا برای پس هم بذاریم. من دیگه رفتم تو خوردش دارم جدی گفتم که پس من چون خودم نذاشتم. راست میگه بچه ما پس داریم بعدش. مهم اینه که خوشمزه بود. از دستمالت میتونی یه تیکه غذا نمیخوره. بینندگان عزیز ما آدمای تمیزی بودیم. پیش از این ما دستمالی که ازم این من نیستم که این من پشت دوربین من که کاد نمیدم. قسمت پایین جنوب و بالا قطب منجمد شمالی. من الان در حدیم که یه حوله تنپوش میخوام اینا رو بچرونم مثلا حدود یه تشت انقدی آب میده. واقعا یه نفس عمیق دم و بازدم بکنیم، سیخ بشینیم صاف گوش بده دیگه. باشه نه واقعا یهو با تمام داشتم به سختی ها این بر نیمروخه مغزم به سختی ها بود و این بر نیمروخ یهو گفتم یه نفس عمیق بکشیم زیباییاشو ببینیم. صاف بشیم بتونیم. من میخوام دایناسوری به بشم. خاطر تنفس جای تنفسمون کانال چاکرامون من انرژی بیاد و بره. صاف بشینم برم. یه چیز جالبی بگم. اون دستمالت کن. اگه میخوای بده استفاده تقدیم باش. هیچی تو احتکار کرده ما چقدر داشتی؟ یه چیز دیگه هم حساسه مثل که رو دستمال هم همین حالو داره. یه سری دستمالا داره که بهشون دختر وابسته نگه دارنده ایم کیر کنم. هرچی بهم میدن رو یه چیز جالب بگم. یه ذره ازش نگه میدم. فلسفه یه سری چیزا مثلا بهمون میگن دروغ نگی یا غیبت نکنی، نمیدونم حسودی نکنی اصلا، ولی نگفتن که فلسفهش چیه که ما این کارا رو نکنیم. توی سوتراهای پاتانجلی میاد راجع به اینا صحبت میکنه. مثلا میگه که تو وقتی که دقیق میشی روی کلامت، روی حرف زدنت، اینکه حتی یه دروغ معمولی پیش پا افتادم از سر مثلا سرباز کنی نگی، مثلا یه جایی تو ترافیک دروغ حسادت چند تا بود. این خیلی جالبه. نگی چه اتفاقی برات میفته؟ یعنی همش تو در واقع نفست حق میشه. دیدی میگن یه نفر نفسش حقه، یه وقتی یه جایی مجبور میشی به خاطر یه خیریتی دیگه، انقدر حساس شدی رو دروغ نگفتن، مجبور میشی یه جا به خیر، به نیکی یه حرفی رو بزنی به سمت خیری و نیکی و اون اتفاقی اگر که پیش زمینش یا داستان شر بوده، به خاطر اون حرفی که تو به نیکی بردیش نیک میشه و اتفاق خوب میشه و اون اتفاق میفته. به خاطر همین تو این خاصیت دروغ نگفتنه و واقعا ماجیکال و تو حتی روزش هم میگیری که امتحان کنی ببینی واقعیت داره یا خشم و
بگو آنیتا جان، شما خشمو بگو. خشمم همینطوره دیگه. 5 تا بود اگه اشتباه نکنم. حسادت بود، خشم بود. ببین خیلی داره آهیمسا. 5 تا آره، این 5 تا اساسیاش بود که دزدی نکردن، تمیز بودن، راستی، تمیزی بود یکیش. آره. خیلی چیزای جالبی داره که بعدش میره مثلا اول و دومش یاما و نیاما، بعدش میره رو آسانا تازه. یعنی حرکت زدن یوگا یه پیش نیازی داره، شما باید پرهیز بکنی، یه سری بایدا و نبایدا داره، بعدش انجام بدی حرکت‌های یوگا. آره اگر تو معکوس برات مثلا برای بدن ضرر داره واقعا نباید بکنی. مثلا خم به عقب تو وقتی نتونی درست انجام بدی، بدنت هنوز آماده نباشه، اون پیش نیازا رو درست انجام ندادی، رعایت نکردی، که یکیش میشه امنیت و شادی آوره. شما وقتی خم به عقب میشی به تو حس شعف و شادی میده. خیلی جالبه. این از ناامنی میاد که تو مثلا چستت باز نیست، خم به عقبت خوب نیست و میدونی که چاکرای قلب همه خم به عقبا چاکرای قلب باز میکنه. آره. هر کدوم از آسانه‌های یوگا من همیشه دوست داشتم که خیلی جذاب بود برام، ولی همش صادقانه چیزه. یعنی فکر میکنم که پشت گوش انداختن، ولی همش هی گفتم که یعنی ان شاءالله قسمتی میشه با هم شروع میکنیم. خیلی هم این چند روز که خیلی یوگا کردیم، این چند روز هر بار من و مرجان اومدیم برنامه‌مون شب این بود که فردا صبح یوگا میکنیم و واقعا هم نمیشه اینقدر درگیر چاله بودیم. آره چالش زیاد داشتیم ولی خیلی جالبه. فلسفه یوگا از خودش، چون الان اینجوری شده که همه دوست دارن سهیل روی دست وایسن، روی سر وایسن. خیلی اینو میبینم، ولی برای خودم هم که میخواستم اول راه بدم اینجوری بود، دوست داشتم 180 بزنم رو دستم را برم سیرک خلیل آقا. ولی وقتی که میری جلوتر، اون اتفاقایی که یه سری اتفاقات تو بدنت میفته، تو روتین زندگیت میفته که اون حرکت زدن اهمیت خودش رو کم از دست میده یا کم میشه و چیزای واجب‌تر، همون پیش نیازای آسانه ها، یاما نیاما، اونا برات دقیق تر میشه. روی اونا یکم صبوریه که قشنگترین چیزاییه که من تو یوگا یاد گرفتم. خیلی هم صبوری، چون به قول یکی از استادای یوگای ما، محدث جاش خالیه، محدث جونم، میگفتش که عجله عدم آگاهیه و تو همه شیه اینو تکرار میکرد و این توی مغز من رفته. واقعا عجله نسبت به همه چی، عدم آگاهی نسبت به شعارش هم من دوست دارم، برخیز و بدرخش. قشنگ میگه. که اینطور. خب ببخشید یکم دیر شد. وای اینو وسط تهران هم اصلا یعنی شکوفای گلاس ژاپن باشه. بله چه خوشگله. بستنی تو ارتفاعات فیلبند فنلاند. دیگه گفتم اولشو گرم شروع کنیم آخرشو سرد تموم کنیم. خب فقط این که من قبول دارم تک تکتون میخواستم درخت درست کنم ولی یکم هم زمان. وای دست درد نکنه. ممنونم. آره خیلی یخا نمیموند اینجا، مجبور شدم که اینجوری براتون چیزی از ارزش‌های شما پس اون همه یخ تبدیل به درخت شد. آفرین دقیقاً اون همه یخ شد درخت. شکوفای گلاس ژاپن. خب بزنیم آنیتا تو شوکه فعلا. آنیتا اینجوریه. آنیتا داره دنبال ریشه‌های درخت میگه. شما از کجا؟ دنبال ریشه‌های درخت. من دنبال اینطوری بسته دستم پیش شد. بذاریش اینجا که حالی بذارتون بذارم. نه من خودم الان تعظیم میکنم. تزیینات ویژه. مال شما عالی شد. وایسا قشنگ باید این بیسکویت بیاد روش با آلبالوش. دقیقا داشتم هم به من چون آفرین خوش خوراکی هم تو نگفته من این کارو کردم. میدونم تو قشنگ کار دستته. من اصلا باید برم مزه خورشم کنم مثلا تسترشم تستر نداریم که من تسترشم برم یکم شرطه مقداری ببخشید. خب از اون شکلاته چه جوری میتونیم استفاده کنیم؟ شکلاته میریم وسط درخت. چرا؟ براشو اگه میتونی خیلی ممنون. مرسی. زدیم دکوراسیون رو هم ریختیم. دسرش هم که اون یخای
کذایی رو داشتیم ولی به خاطرش که زحمت کشیده بود واقعا ارزشش رو داشت چون خیلی خوشگل بود. من فکر نمی‌کنم وسط طبیعتی همچین دسری داشته باشم. اوکی برگه بخون داستان خودت چون هم یکی بار خوندیم به جز اینا. یه بخش سوم داشتیم که ادامه داستان بود. اینو قراره که بعد از دسر بهت میدادم ولی اوکی اشکالی نداره. یه اطلاعات کلی راجع به دسری که داریم میخوریم من که برگامو نه میخوام. ولی خب شکلات نخستین بار 3000 سال پیش در تمدن مایا و آزتک تهیه شد و آن را غذای خدایان می‌دانستند. مارشملو هم در مصر باستان از گیاه مارشملو دیگه. مارشملو نه شملو گفتم اشتباه شدم. من فامیل مامانم شاملوه بچه‌ها. فامیل مامانم شاملوه. الکی نه جالته. هی بهت میگم این برنامه یه نشونه. ولی مارشملو مارشملو چیز دیگه. مارشملو هم در مارشملو هم در مصر باستان از گیاه ختمی ساخته میشد و بیشتر دارویی بود. بچه‌ها گوش فردا میدونستی مارشملو دارویی بوده تا خوراکی؟ بستنی هم در چین باستان از ترکیب شیر و یخ درست میشد و بعدها در ایران هم شاهان هخامنشی نوعی دسر یخی با زعفران و میوه داشتن. آلبالو سرشار از آنتوسیانین هست، ماده‌ای که هم ضد التهاب است و هم برای خواب آرام مفید است. خب به درد من میخوره. وقتی این سه تمدن بزرگ مایا، مصر و ایران توی بشقاب جمع میشن طعم تاریخ رو چگونه درک میکنید؟ دادا من که الان خودم یه سر دسر و اینا هم راست میگفتن یه سری یخ گذاشته بودم که بگیره برای اینکه درخت در بیاد که خیلی اذیتشون کردم. هیچ تو 3-4 روز نمیذاشتم اینا یخ بخورن. گینگز میبینم ببین یعنی تو اینجا چین هم اسکاندیناویه. یکی وای تو آوا رو می‌ریخت تو یخ. من الان دایناسور هخامنشی ام. من خودم اینجوری میبینم. از مایا و مصر سریال وایکینگز هم اسکاندیناوی میدونید کدومو میگم دیگه. اسکاندیناوی دیگه. نخست وزیر فنلاند دیگه نشد. یه خاصیت آهنربایی پیدا کرده بودم خواستم بهتون نشون بدم. چطور بود در کل دوست داشتین؟ خیلی تعجب کردم. خیلی تعجب کردم از این همه سلیقه. خیلی عالی بود. مرسی از دسرت، مرسی از زحمتات. بیشتر از همه برای من زحمت کشیدنت و تلاش دیدی نمره میگیری. هرچی اوکی. از چیز کنید اطرافتون هم نگاه کنید شاید خبر خاصی بود. خب امیدوارم دوست داشته باشین همه چی رو. خیلی بود. مرسی که اومدین، مرسی دور هم جمع شدیم، خیلی خوش گذشت. مرسی از همه چی. حالا این هوا رو هم تحمل کردین، حالا مه و بارون و یه ذره سرد. عالی بود. من که دم گاز بودم هی گرم بودم. خیلی هم ممنون، بسیار خوش گذشت. بچه‌ها بریم برگردیم خونه تا بیشتر از این دیگه. آره دیگه برگردیم دیگه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. با اجازه. خدافظ. خدافظ. گلابی خوش از سنا داشت. تا کجا خدافظی؟ نه اردلان بهم گفتی خاموش کنید. من میگم شما چقدر کارگردان نگاه کنید. خب مثلا جای دوری نمیره شاید حرفی داره باهاتون. هم میگم اطرافتون. خب سهیل جان خسته نباشی. خیلی یخهای زیادی رو تو این مسابقه مصرف کردی. همش می‌خواستم ببینم یخها رو کجا استفاده می‌کنی. واقعا خیلی خوب تونست هندل کنه، هم پیش غذا هم غذای اصلی و هم دسرش خیلی خوب بود. خب سهیل پذیرایش خوب بود. خیلی تلاشش میکرد. از 2 روز پیش برای ما یخ میذاشت. ما هم میپرسیدیم یخها رو برای چی میخوای و نمیگفت. ولی این قابلمه‌هاشو من از اینجا گرفته بودم، نمیدونستم دقیقاً چه جوری چقدر روغن، تازه با اینکه ته هر کدومش هم یه قالب کره گذاشته بودم که نچسبه، یه قسمت‌های یه سریاشون چسبیده بود. بازی هم خوش گذشت.
توی همچین جایی، همچین ویوی و اینا. امیدوارم که بچه‌ها هم راضی باشن دیگه. امیدوارم که دوست داشته باشن. من تلاشمو کردم. امتیاز دایناسوری. پنج کامل به خاطر تلاشی که کرده میدم. مبارکش باشه، حقشه، خیلی تلاش کرده بچه تو 48 ساعت اخیر. مبارکت باشه سهیل جان. میزبانش هم خود استرس داشت دیگه، طبیعی هم هست، تجربه اولمونه توی فضای سخت، چون طبیعت خب به هر حال یه سختیایی داره واسه خودش. حالا ببین که بخوای تو مسابقه شرکت کنی و یه همچین غذا و رسپی و پیش غذا و دسر مشتی هم بدی، واقعا دست مریضات داره. من بهش پیشنهاد که نه، امتیاز 5 میدم و اگه بیشترم بود بیشترم این امتیاز میدم، چون واقعا زحمت کشیده بود. دمت گرم. شرایط سختی که داریم فیلم برداری میکنیم و واقعا این مدل آشپزی خیلی کار سختیه. فکر میکنم سهیلم واقعا لایق این امتیاز هست. سهیل جون خسته نباشی. امتیازی که من خودم فکر کنم به خودم بدم، چون یه ذرم اذیتشون کردم، طول کشید، آماده سازی درخته، فکر کنم این خوب باشه. امیدوارم راضی باشین. خب یه تیکم میشه راجع به چیز بهم بگی، چیزا رو بگی که بادمجون نیمه سرخ شده و مال مزرعه دستچین. مزرعه دستچین کارش کلا این جور چیزا اوکی. و اینکه توی غذام هم از این بادمجونای مزرعه دستچین استفاده کردم. کلا کارشون مواد غذاییه. حالا یه سری چیزای مدلی رو آماده شده گذاشتن، فقط من چون گذاشته بودم اینا یخ زده بود، مجبور شدم اولش توی تابه یه ذره گرمش کنم، وگرنه سرخ شده و آماده است که قشنگ میتونید توی غذا استفادهش بکنید. و اونم خیلی طعم خوشمزه‌ای داد به غذا، خیلی عالی بود. امیدوارم که لذت برده باشید. من که رفتم، خداحافظ.